أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الدعواتی، یعنی کتاب دعاها. باب فضل الدعائی، یعنی که باب در مسئله فضیلت دعا کردن. پس ما و شما از این باب چند درس گرفتیم و درس امروزه‌مان از زیر حدیث 1486 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله می فرماید و عن عمران بن الحسین رضی الله عنهما. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1486 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم، هر رسول الله صلی الله علیه و سلم علم اباه حسینا کلمتین، یاد داد و تعلیم داد رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر عمران حسین را دو عبارت، دو کلمه، یعنی دو دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حسین تعلیم داد و یاد داد. یدعو بهما، که حسین با این دو کلمه، با این دو دعا می کردند. آن دو دعا چنین است که اللهم الهمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو عباره زیبا را برای رسول الله، برای حسین تعلیم داده بود. معنای این دو کلمه چنین است که اللهم الهمنی رشدی، ای بار الها الهام بکن به من بینیش درست، بینایی درست به من ای الله جل جلاله بده و الهام بکن. و همچنین رشد به معنای هدایت و علم و راه درست می باشد. یعنی ای الله جل جلاله اللهم الهمنی رشدی، یعنی که ای الله جل جلاله الهام بکن برای من بینایی درست و علم و راه سالم و درست را و هدایت را برای من الهام بکن ای الله جل جلاله. و اعذنی من شر نفسی، ای الله جل جلاله در پناهت نگه بدار من را از بدی نفسم، در امانت نگه بدار ای الله جل جلاله من را من شر نفسی، یعنی که از بدی نفسم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حسین پدر عمران این دو کلمه زیبا را تعلیم داد. رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی روایت میکند و قال حدیث حسن. امام ترمذی میگوید که این حدیث حسن میباشد. این بود حدیث 1486 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1487 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید وعن ابی الفضل العباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه قال. یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1487 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابوالفضل عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله، میگه گفتم که ای رسول الله. عباس امک رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه گفتم که ای رسول الله علمنی شیئا اسأله الله تعالی، میگه گفت برای من یاد بده چیزی را که
من بخواهم از الله جل جلاله، من طلب بکنم از الله جل جلاله به همون کلماتی که تو برای من تعلیم دادی و یاد دادی. قال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب درخواستی امکش گفت که سل الله العافیت، یعنی از الله جل جلاله عافیت طلب بکن، تندرستی طلب بکن. پس حضرت عباس میگوید فمکثت ایاما، پس میگوید چند روز انتظار شدم، چند روز ماندم. ثم جئت فقلت، بعد از چند روز باز میگوید نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و گفتم یا رسول الله علمنی شیئا اسأله الله تعالی. میگه باز چند روز بعد آمدم گفتم ای رسول الله یاد بده به من چیزی را که من بخواهم از الله جل جلاله با همون کلماتی که تو برایم یاد دادی. قال لی، عباس امک رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که گفت برایم یا عباس یا عم رسول الله، میگه پیغمبر گفت که ای عباس، ای عمک رسول الله، صل الله العافیت، صل الله العافیت فی الدنیا والآخره. میگه گفت که ای عباس، ای عمک رسول الله، بخواه از الله جل جلاله عافیت را هم در دنیا و هم در آخرت، یعنی عافیت دنیا و آخرت را بخواه. پس عافیت دنیا و آخرت برایت داده شد، پس سربلندی دنیا و آخرت با تو هست. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امکش را گفت که همون عافیت را بخواه، هم در دنیا و هم در آخرت. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، امام ترمذی این حدیث را روایت کردگی هست و این حدیث را گفتگی است که حدیث حسن می باشد. پس ما و شما در دعامون باید بگوییم که اللهم اینی اسألک العافیت، یعنی ای الله جل جلاله من از تو عافیت و تندرستی و دوری از تمام بیماری ها طلب میکنم و درخواست میکنم. پس عافیت دنیا و آخرت رو از تو من میخواهم ای الله جل جلاله. پس این بود حدیث 1487 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1488 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید و عن شهر ابن حوشب قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1488 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و از شهر ابن حوشب روایت است که گفت قلت لأم سلمة رضی الله عنها، میگه گفتم برای ام سلمه رضی الله عنها که یا ام المؤمنین، ای مادر مؤمنان، ما كان اکثر دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا كان عندك، میگه گفتم که ای مادر مؤمنان چی بود بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که در نزد تو بود، یعنی هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه تو می بود ای ام سلمه، ای مادر مؤمنان، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی دعا میکردن؟ بیشتر کدام دعا را میگفتن؟ قالت، ام سلمه مادر مؤمنان همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کان اکثر دعائه، یعنی بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که میگفت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را زیاد میگه در خانم، یا من شنیدم که تکرار میکرد و زیاد این دعا را میگفت. پس به مانند این دعای پیشتر ما و شما خوانده بودیم که اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. پس آن دعا و این دعا هر دویشان یک معنا دارند، هر دویشان معناهایشان یک است، اما عالمان میگویند که بهتر است، خوبتر است که ما هر دو این دعا را یک جا
کرده و دومی در هم دعا کنیم. بگوییم که اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتك، اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتك. این طور میگوید هر دویش رو جمع کرده دعا بکنیم، بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. پس چی معنا دارد این دعا؟ یا مقلب القلوبی، یعنی ای گرداننده دلها، ثبت قلبی علی دینک، استوار و ثابت قدم بگردان دل من را در دین خودت ای الله جل جلاله. پس این هست دعای ثابت قدمی در راه دین بودن و راه استوار بودن در راه دین. از الله جل جلاله ثابت قدمی و استواری را طلب و درخواست میکنیم با این دعای زیبا. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1488 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1489 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1489 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال، یعنی از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کان من دعاء داوود علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که دعای داوود علیه السلام این بود، یعنی دعای یکی از دعاهای داوود علیه السلام این بود که می گفت اللهم انی اسألك حبك و حب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي و اهلی و من الماء البارد. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید حضرت داوود علیه السلام با این کلمه ها دعا میکردن، این دعا و درخواست رو از الله جل جلاله طلب و درخواست میکردن. پس این کلمات چی معنا دارد؟ این دعای زیبا که حضرت داوود علیه السلام دعا میکردن چی معنا دارد؟ اللهم انی اسألک حبک، یعنی ای بار الها من از تو محبتت را درخواست دارم و طلب دارم که محبتت را به من بدهی ای الله جل جلاله، و حب من یحبک، و همچنین ای الله جل جلاله من از تو درخواست میکنم که محبت کسانی که تو را دوست میدارن محبت اونها را هم در دل من جایگیر بگردان، یعنی دوستان الله رو دوست من بگردان ای الله جل جلاله. والعمل الذي يبلغني حبك، و همچنین ای الله جل جلاله من از تو درخواست و طلب میکنم که عمل را که نزدیک میکند یا میرساند مرا به محبت تو، پس آن عملها را برای من نصیب بگردان. هر عملی که مرا به محبت تو میرساند ای الله جل جلاله، پس من را به آن عمل نزدیک بکن که من اون عمل را انجام بدهم تا اینکه دوست تو یا به محبت تو برسم ای الله جل جلاله. اللهم اجعل حبك احب الی من نفسی. همچنین حضرت داوود علیه السلام دعا میکردن که ای بار الها قرار بده محبتت را محبوب تر برای من از نفس خودم دیده، از جانم دیده ای الله جل جلاله محبت خودت را محبوب تر برای من بگردان. و اهلی، و همچنین ای الله جل جلاله محبت خودت را از خانوادم دیده برای من محبوب تر بگردان. و من الماء الباردی، و همچنین ای الله جل جلاله محبت خودت را برای من از آب خنک دیده محبوب تر بگردان. چطوره که انسان وقتی که تشنه میماند در تابستان گرمی
چقدر دوست می‌دارد آب خنک را. پس ای الله جل جلاله از انسان تشنه در گرما که چقدر دوست دارنده آب خنک است، محبتت را از اون دیده برای من محبوب تر بگردان ای الله جل جلاله. این بود دعای حضرت داوود علیه السلام. چقدر دعای زیبا که ما و شما این دعاها را باید در زندگی امان زنده بگردانیم و در زندگی امان در دعاهای امان با این دعاهای زیبا دعا بکنیم. رواه الترمذی و قال حدیث حسن. این حدیث را امام ترمذی روایت میکند و این حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1489 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1490 امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1490 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت انس رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الضوا بیاد الجلال والاکرام. حضرت انس میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الضوا بیاد الجلال والاکرام، یعنی که زیاد بگویید و لازم بگیرید گفتن یا ذل جلال و الاکرام را، یعنی که در دعایتان شما بگویید یا ذل جلال و الاکرام، یعنی ای صاحب بزرگی، ای صاحب اکرام، ای الله که تو بزرگ هستی و ای الله که تو صاحب اکرام هستی. پس این طور دعا کنید، طلب کنید یا ذل جلال و الاکرام. رواه الترمذی، این را امام ترمذی روایت کردگی است و رواه النسائی و همچنین این حدیث را امام نسائی روایت کردگی است من روایت ربیعه بن عامر الصحابی. اما امام نسائی این را از ربیعه ابن عامر صحابی روایت کردگی است. قال الحاکم، حاکم درباره این دعا میگوید حدیث صحیح الاسنادی، یعنی این دعا، این حدیث سندش صحیح می باشد. پس در اول این حدیث میگه الضو، امام نووی میگه الضو بکسر اللام، یعنی لام را کسره کنید، الضو و تشدید الضاء المعجمه و ضا اصغر حرف ضا را تشدید بدید، بگوید که الضو معنایش الزمو هذه الدعوه، یعنی لازم بگیرید این دعوت را، و اکثروا منها و فراوان بگوید این دعا را که یا ذا الجلال والاکرام. این دعا همین است، یا ذا الجلال والاکرام. این بود حدیث 1490 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1491 را آورده میگوید و عن ابی امامه رضی الله عنه قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1491 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که گفت دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعاء کثیر. میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای فراوان کردگی هست، دعاهای زیاد کردگی هست. لم نحفظ منه شیئا، ما حفظ نکردیم از دعاهای رسول الله چیزی را، یعنی در ذهن نسپاریدیم از دعاهای رسول الله چیزی را. قلنا یا رسول الله، بعد میگه روزی گفتیم که ای رسول الله دعوت بدعاء کثیر، تو دعا کردی ای رسول الله دعاهای فراوان، بسیار دعاهای فراوان تو دعا کردگی هستی. لم نحفظ منه شیئا، میگد که ما گفتیم که ما یگان چیز از دعاهای تو حفظ نکردیم، در ذهن نسپاریدیم. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الا ادلکم علی ما یجمع ذلك كله، یعنی آیا راهنمایی نکنم شما را
بر چیزی که جمع میکند همه این دعاها را، یعنی هر دعای کردگی هستم، حالا برای شما یک دعای را، یک چیز را یاد میدهم که همه دعاهای کردگی من را در بر میگیرد و همه دعاهای کردگی مرا با خودش دارد. تقولو، گفت بگو اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این دعا را بگو، این دعا را، این کلمات را بگو، پس تمام دعاهایی که من کرده هستم اونها را در بر میگیرد. پس این دعا چی معنا دارد؟ اللهم اینی اسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی ای بار الها، هر آینه من از تو درخواست میکنم از بهترین چیزهایی که پرسیده از تو را از آن چیزها پیغمبرت صلی الله علیه و سلم، یعنی هر چیزی را که رسول الله از تو پرسیده است، ای الله جل جلاله من هم اون چیزها را از تو میپرسم. و اعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی الله علیه و سلم، و همچنین بگو که ای بار الها، من پناه میبرم به تو از بدیهایی که پناه بردگی است از آن بدیها پیغمبرت محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی از هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه بردگی است، من هم ای الله جل جلاله از آن چیزها به تو پناه میبرم که من رو از اون چیزها دور بگردان. و انت المستعان، و از تو درخواست یاری میکنم ای الله، و از تو درخواست یاری کرده میشود ای الله. کمک و یاری فقط از جانب تو درخواست کرده میشود که ما از تو ای الله یاری و کمک میخواهیم از تو ای الله جل جلاله. و علیک البلاغ، و با توست ای الله جل جلاله کفایت کردن. البلاغ یعنی کفایت کردن از جانب تو هست و با تو هست ای الله جل جلاله، یعنی هر کسی را که بخواهی تو ای الله کافی هستی و کافیش میشوی از تمام درخواستهایش، یا که تمام درخواستهایش را برایش مهیا میگردانی. تو ای الله کافی میباشی. ولا حول ولا قوة الا بالله، و نیست حول مانع از گناه و معصیت، و همچنین نیست قوت دهنده، توفیق دهنده برای طاعت و عبادت الا بالله، مگر به الله جل جلاله، یعنی که توفیق مانع از گناه و معصیت دهنده الله است و توفیق عمل کردن به طاعت و عبادت و کارهای خیر این همچنین الله جل جلاله می باشد. پس این هست دعای زیبایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ابی امامه رضی الله عنه این دعا را تعلیم دادند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1491 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1492 کتاب ریاض الصالحین و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1492 کتاب ریاض الصالحین میگوید که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت کان من دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که یکی از دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که رسول الله می گفت اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و السلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم این کلمات زیبا را در دعایش میگفت، این طور دعا میکرد. پس
چیست معنای این دعا؟ رسول الله میگفت که اللهم انی اسألک موجبات رحمتک، یعنی ای بار الها من از تو درخواست میکنم موجبات رحمتت را، یعنی که سببی که من به رحمت تو میرسم، ای الله جل جلاله من آن سببها را درخواست میکنم که برای من بدهی که من به رحمت تو برسم. و عزائم مغفرتک، و همچنین ای الله جل جلاله من از تو اسباب و راههای مغفرتت را طلب میکنم. ای الله هرچی سبب مغفرتی تو را به دست آوردن هست او را برای من نصیب بگردان. هر راههایی که مرا به بخشش تو و به مغفرت تو نزدیک میکند و به بخشش و به مغفرت تو مرا میرساند، پس ای الله جل جلاله مرا به آن راه و به آن سبب برسان. و سلامت من کل اسم، و همچنین ای الله جل جلاله من از تو درخواست میکنم سلامت ماندن، دور ماندن از همه گناه را، که مرا از تمام گناهان دور نگه بدار. و الغنیمت من کل بر، و ای الله جل جلاله من از تو درخواست میکنم غنیمت را از تمام نیکی ها، از تمام کارهای خوب، غنیمت را من از تو درخواست میکنم، یعنی بهره بری و فایده بردن و به دست آوردن منفعت را از تمام نیکی ها من از تو طلب میکنم ای الله جل جلاله. و الفوز بالجنتی، و همچنین ای الله جل جلاله من از تو درخواست میکنم فوز و رستگاری و کامیابی را با جنت و رسیدن با جنت را من ای الله جل جلاله از تو درخواست و طلب میکنم. و النجات من النار، و همچنین ای الله جل جلاله من از تو درخواست میکنم رهایی و دور شدن از آتش دوزخ را، مرا دور بگردان از آتش دوزخ ای الله جل جلاله، مرا رها بکن از آتش دوزخ ای الله جل جلاله. اینها را من از تو درخواست میکنم ای الله جل جلاله. پس این بود معنای این دعای زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابن مسعود میگوید یکی از دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بودند. رواه الحاکم، این حدیث را حاکم روایت کردگی است. ابو عبدالله یعنی حاکم ابو عبدالله این حدیث را روایت کردگی است. و قال، و گفتگی است که حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث صحیح با شرط مسلم موافقت میکند، با شرط مسلم صحیح می باشد، موافق شرط مسلم هست این حدیث زیبا و این دعای زیبا. پس این بود حدیث 1492 کتاب ریاض الصالحین، با همین باب فضل دعا کردن به آخر رسید. و در اینجا میخواهم باز باری دیگر به یادتان، به ذهنتان، به گوشتان برسانم که این دعاهای زیبا را حفظ بکنید، در زندگیتان عملی بگردانید. اگر حفظ کردن براتون سخت است، این دعاها را بنویسید در ورق یا در تلفن‌هایتان و از روی اون دعا کردن بگیرید. آهسته آهسته به مرور زمان اون در ذهن شما میشیند. یعنی این دعا را میشود که شما در تلفناتون بنویسید و از روی اون وقت در وقت دعا کردن بخوانید، یا در ورق نوشته در وقت دعا کردن از روی ورق بخوانید. این جایز و درست است و آهسته آهسته به مرور زمان این دعاها در ذهن شما نقش میبندد و در ذهن شما میماند و حفظ میشود. این هست توصیه برادرانه و دوستانه. با همین باب فضل دعا کردن به آخر رسید و میگذاریم به باب نو. باب نومون باب فضل دعای بظهر الغیب است، یعنی باب در مسئله فضیلت دعا کردن در غیب همدیگر، در پشت سری همدیگر دعا کردن چی فضیلت و چه برتری ها دارد. این باب در مسئله این است. این را درس آینده خواهیم شروع کرد و درس امروزه را در همینجا به پایان میرسانم
تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.